وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جور بخير تکلا. جزاكم الله خيرا. خوب هستین. جزاكم الله بهترین. برادر عزیز، والله عالم از قطر بودنش، لیکن همیجا برادرها ارتباط میرون. مخابره میگن راتسیا اون یک نمبر عمومی داره، کسی استعمال کرده باشه میفهمده. رقم عمومی داره، همه در هم رقم گپ میزنه. بگه کسی که بخوای علاوه گپ زنی میگه که رقم چند، مثلا رقم خصوصی داره، میگه در همون رقم برای با اونجا علاوه صحبت بکنی. چه که در همین زیل این یکی آبشی است و یکی لیچکه هست که در این راتسیا همه خیلی کرده میشه. در همین نمبر عمومی ما را طالبان دارنده، طالبان کافران. برادر امر معروفشون میکنن، نصیحتشون میکنن که شما چرا مثلا از روسیه، از هندوستان، از پاکستان، از تمام کفار کمک میگیری؟ شما خودتون مجاهد میگی، مثلا شما خودتون گویا که شما شریعت جاری میکنین. در جواب گفتن که ما از هر کافر کمک میگیریم، از هر کافری که باشه، روس است، پاکستان است، هندوستان است، خود افغانستان است. فقط می شما را از بین ببریم بس. دیگه برای ما فرق نداره که از او کی است و چی است. ما از هر کس بخوایم کمک میگیریم. فهمو؟ یعنی رقم عمومی ما را گفتن دارم. والله برادر عزیز، به خاطر که به ما خلاف نزیدن، در همون رقم عمومی موزیک میمونن، ای را حقارت میکنن، او را حقارت میکنن. همین خیل فسق، فساد و کفرشون در نوک زبانشون هست. یعنی انسانی عادی اگر صحبت بکنه از حق خودش میفهمه. اما برادر عزیز، درباره کمک گرفتن از کفار به علیه، مثلا کمک گرفتن اینها از کفار، این یک مسئله اتفاقی، یک مسئله هست که از آفتاب روشن‌تر هست. فهمو؟ این چیز همش قبول دارن. لیکن مثلا تا وقت ما این چیز مثلا اعتراض نمی کردیم و کفر نمی دانستیم که اینها از کفار کمک می گرفتن به ضد کفار. فهمو؟ این مسئله بعضی از فقها، بعضی از علما هستن که اجازت میتن از کفار کمک گرفتن به ضد کفار، به شرطی که مثلا جنگ در اختیار کفار نباشه و مسلمان ها در زیر مثلا سیاست و در زیر کمانده کفار نباشن. فقط یک کمک گرفتن به ضد کفار از کفار. این چیز برادر عزیز تمام مفتی ها و قاضی ها و قماندان های طالبان قبول دارن. حتی همون خودی انصار شیطان حاضره همش میدونن این چیز مثلا کسی نمیگه که ما کمک نمیگیریم، میگن ما میگیریم کمک. فاما این چیز معلوم است و این چیز ما با چشم سر مونده دیگه هستیم. اما وقتی که بعضی مسلمان کمک گرفتن، بحث اصل در اینجا است. این است نواقض اسلام که از کفار کمک گرفتن به ضد مسلمان. فهمو؟ از قطر، در قطر هم اینها دفتر داشتن و در قطر یک دفتر، یک خلاصه چیز باز کردن، آفیس باز کردن که به اجازه امریکا بود. به اجازه امریکا برای صلح، برای چیز گفت و شنید کردن، برای همکاری کردن با تمام عالم کفر، که او آفیسش در چی هست؟ در قطر بود. این چیز از طرف رسانه‌های رسمی طالبان چی شد؟ قبول شد و همه سخنگوی طالبان کافران در همون جلسه گفت ما شکرگزاری میکنیم از پادشاه قطر که برای ما اینقدر چیز آسانی و خلاصه سهولت و غیره آورد. در آخر نام شگریف با حفظ الله گفت. ببین برادر عزیز، کفر به طاغوت کسی را میپرسی، انصار شیطان را میپرسی، همون استاداشون و طالب علماشون که کفر به طاغوت فرض است یا نه؟ کسی که به طاغوت کافر نباشه حکمش چی هست؟ همه در جواب همیره میگن که کسی که به طاغوت کافر نباشد، توحید او قبول نیست، انسان کافر است. چون که شرط لا اله الا الله، شرط قبول لا اله الا الله کفر به طاغوت است. همون طاغوت نجس حفظ الله گفت. همه چیز در رسانه‌های رسمیشون، در اون سایت شخصی رسمیشون تا حال هست. یعنی امارت اسلامی افغانستان، در گوگل بزنید با حرف فارسی shahamat.com.
دیگه برادر عزیز ببین، اگر ما برای قطر والله به چشم خودم ندیدم و نمیدونم، لیکن کمک گرفتن از هر طاغوت خودش کفر است اگر بزیدی مسلمان باشه. اینها برادر عزیز اگر منهج عقیده معین ندارن، فهمو؟ اینها منهج ندارن. اینها را منهج بپرسید درباره الولا و برا، مثل منهج خودتون بیان بکنین، یا درباره اسما و صفات الله تعالی، درباره اسما و صفات عقیده شما چی هست؟ عقیده طالبان کافران که انصار شیطان در زیر او هست. در این باره سوالشون کنین. اینها منهج معین ندارن، همو منهج پوسیده جهم بن صفوان و ابو منصور ماتریدی و ابوالحسن اشعری است که در آخر عمر توبه کرد. در همو عقیده نیو اینا همه طرف خار و ذلیل غرق هستن. بس از پاکستان ها کمک میگیرن، همه میدونه و به علیه مسلمان ها میجنگن. جزاکم الله خیر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد از برای اگر سوال دارم همین جواب بدی. همین حقیقت دارم میگن همون طالبان چرس میزنن بسیارش. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله برادر خوب هستین، سوزیم جزاکم الله خیرا. برادر درباره چرس زدن طالبان همه شکونه میزنن، لیکن هست در بینشون که چرس میزنن، فهمو؟ لیکن همش در مثلا چرس فروشی، در مثلا نگهبانی چرس، در تولید چرس اینها سهم دارن، فهمو؟ یعنی اگر چرس هم نزنه برای بقای چرس حاضر از خونش بوده، فهمو؟ به این معنا که مثلا انصار شیطان که هر مهاجری که در بدخشان هست، در اوج برادر عزیز در منطقه های طالبان چرس کوکنار آشکار کاریده می شود، فهمو؟ و برای مردم هم اجازت است که بکارن، به مثل گندم، به مثل جو، به مثل چیزایی که حلال هست اونها را همیشه زراعت میکنن، تا اینکه اونها مثلا چیز از همو زراعت اونها چی بکنن؟ زکات بگیرن، عشر بگیرن، دیگه چیزها. یعنی کاریدن چرس و تریاکه به مثل کاریدن گندم حلال میدونن و خیلی که از گندم و جو عشر میگیرن و زکات میگیرن، همو خیلی از چرس و از کوکنار اینها عشر و زکات میگیرن، فهمو؟ و حلال میدونن، نعوذ بالله. باز یک چیز مفتی گمراه دیگه از زاهدان دروغ میگه که به این علما اجازه داده هستن که با چی باشه از این خلاصه عشر ای و پول ای حلال باشه، نعوذ بالله. کسی یک حرام کرده الله حلال بدونه به اتفاق تمام امت اسلام خارج بشه. برادرها هم میدونه که چرس همو از اولم حرام است، از اولم برای حرام کرده میشه و با جز کار حرام در هیچ جای دیگه استعمال نمیشه، فهمونی؟ مثلا انگور خودش حلال است اگر کسی ایره مثلا مست نکنه و کسی ایره مثلا از این شراب ساز نکنه، این به ذات خودش حلال است. یکی جو، یعنی بعد از شراب تیار کردن، یکی بعد از وینو، یکی دیگه چیزهای مست کننده تیار کردن، با اینو حرام میگردن. اما چرس خودش ذاتاً در از اول تا به آخر برای حرام و برای مثلا چی هست؟ مست کننده هست، برای انسان برای چی میکشه؟ برای مست شدن، برای نشه شدن هست. از این هیچ چیزی حلال نمیبره برادر عزیز. و این فتوای دروغ است از طرف یک طالب علم دروغگوی شیطانی زاهدانی که گویا که حلال باشه، فقط به خاطر پشتیبانی کردن از همین گروه طایفه ماتریدی طالبان هست و بس، دیگه هیچ نیت و هیچ غرض دیگر ندارن. برادر گفتیم که برای این جان میتن، برای این خون میریزانن، برای بقای تریاک، برای بقای نشه. و مثالش همین هست که در بدخشان برادر عزیز این چیزا گفتیم با علنا کاریده میشه و از این طالبا حمایت میکنن. از اون منطقه که تریاک کردگی هست، کوکنار کردگی هست، جنگ میکنن. با همین جنگ جهاد نام کردگی هستن. در این جنگ ها چندین برادرای تاجیک
چی شدن؟ چندین برادر تاجیک کشته شدن. این بیخبر بودن، عقیده ندارن و این چیز براشون خوب واضح نیست، فریبشون میکنن میبرن اونجا، نمیدونن که اینها اصل بقای اینها به خاطر چی هست؟ بقای تجارت، بیزنس و تریاک و نشه‌ای که طالبان استفاده میبرن. امیرها و سرپرستها و سردارهایی که در اونجا هست، در بدخشان، در وردوش، در جرم، در کیشم، در خلاصه خستک، در دیگه جاها، همه فاسق فاجر و مرتد و دزد و غر و بچه باز هستند. اونها هیچگاه حکم الله جاری نمیکنند و جاری کردن هم نمیخواهند. این چیز معلوم از غنیمت تقسیم نمیشه و اصلا فهمو بچه بازی هست. میدونن کی بچه باز هست، کی همین کار قومیلوت انجام میدهد و این تریاک فروشی و خلاصه گیر را به گندم علیش کردن، این یک کاری آشکار و واضح طالبان هست که در بدخشان میکنن. فهمو از این عشر میگیرن، نعوذ بالله، از چیز حرام. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند تمام مست کننده حرام است، تمام مست کننده حرام است. هر چیزی که انسان مست میکنه او حرام است. این نشه، کوکنار، اینها از اول هم مست کننده هستند، از اول برای حرام کارده میشوند تا به آخر. فهمو یا در تمام ولایت های افغانستان، در جاهایی که طالبا دست دارن و طالبا قدرت دارن، کوکنار، نشه، این چیزها اجازت است، آشکار هست، واضح هست و تجارت هم میکنن و سالانه برای دفاع از کوکنار و از چیز چندین طالب افغان و ازبک و تاجیک به هلاکت میرسن. جزاکم الله خیرا.